اگر میخواهید یک زندگی ثروتمندانه، یک زندگی پر از ثروت و سرمایه و یک زندگی مجلل و زیبا داشته باشید، باید به این 10 نکته توجه کنید و همه اینها را در زندگیتان اجرا کنید و انجام دهید. سلام دوستان نازنین، به چینل یوتیوبی ما خوش آمدید. ویدیو را لایک و تا آخر ویدیو با ما باشید. اگر به چینل ما نو هستید، سابسکرایب را فراموش نکنید. تشکر زیاد. نکته اول، قبول کنید که شما یک فرد یا شخصی بی‌نظیر و بی‌مانند هستید و در جهان جایی برایتان هست که باید بگیرید و هدف مخصوصی دارید که باید اجرا کنید. نکته دوم، آگاهی و اطلاعات خود باید گسترش دهید و خود از باورهای نادرست باید رها بسازید. باورهایی که مانع پیشرفت و ترقیتان بشه، باورهای محدود کننده، باورهایی که شما را از رسیدن به یک زندگی ثروتمند جلوگیری میکنند. نکته سوم، برای آنکه نیروهای نامحدود خود آزاد کنید، باید هدفی برای خود انتخاب کنید و برای هدف خود باید طرح و پلان داشته باشید و این طرح و پلان باید به ذهن نیمه آگاه یا ضمیر ناخودآگاه خود بدهید. شما میتونید یک هدف، مقصد یا یک طرح به ذهن نیمه آگاه بدهید توسط تکرار کردن آن هدف، توسط تلقین کردن مداوم و مکرر آن هدف و مقصد و طرح و پلان. نکته چهارم، برای حل کلیه مشکلاتتان و رسیدن به آن گونه زندگی که آرزو دارید به درون خود مراجعه کنید و همه چیز را از هوش خدایی و نیروی درونی خود بخواهید. نکته پنجم، هرچی که میخواهید بشوید و هرچی که در زندگیتان میخواهید به دست بیاورید، در ذهن خود آن را مجسم کنید و ای که آن را حالا به دست آورده اید به خود تلقین کنید. همیشه به خود تلقین کنید که پیش از پیش همه آن چیزها و خواسته ها را به دست آورده اید. نکته ششم، همواره افکار خود را بر موفقیت متمرکز کنید، نه بر شکست و محرومیت. نکته هفتم، مدیریت وقت و زمان. باید ارزش وقت و زمان را بدانید. باید وقت خود را ضایع نکنید. وقت خود را فقط برای به دست آوردن هدفتان، به دست آوردن مقصد و آرزوهایتان استفاده کنید. حتی یک ثانیه تان را هدر ندهید. نکته هشتم، خود را از شر وابستگی، تقصیر، احساس گناه، ترس و تشویش، استرس رها کنید. با جای احساس گناه و ترس و تقصیر، نکات زیر را در خود پرورش دهید. اعتماد به نفس، عشق، محبت، فکر و اندیشه مثبت، شوق، خنده، توانایی برقراری ارتباط با دیگران. نکته نهم، هر روز مدیتیشن کنید. مدیتیشن به شما کمک میکنه که ذهن آرام، فکر آرام و دل آرام و هوشیار داشته باشید. نکته دهم، به یاد داشته باشید که شما توانایی انتخاب دارید. انتخاب دست شماست. شما نیرو و توانایی، استعداد، لیاقت لازم دارید که به هر چیزی که بخواهید برسید و هر چیزی که بخواهید به دست بیارید. انتخاب همیشه در دست شماست. شما میتوانید انتخاب کنید که موفق باشید یا انتخاب کنید که ناکام و فقیر و ناخوش و غمگین باشید. شما میتوانید انتخاب کنید که ثروتمند باشید یا فقیر باشید. انتخاب ثروت، انتخاب فقر، انتخاب خوشی، انتخاب غم و جگرخونی همیشه در دست شماست. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر چیزی برایتان واضح نبود در کامنت بنویسین و ما به زودترین وقت ممکن
جواب خواهم داد. تشکر از توجهتان. ویدیو را لایک و با دیگران شریک سازید. به چینل سابسکرایب کنید. تشکر زیاد از حمایتتان. لبتان پر از خنده، دلتان شاد و از ذهنتان آرام باد.